به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست و هرچه از اوست نیکوست. عرض سلام و احترام خدمت همه شما دوستای عزیز. خدا کنه که صحتمند و سرحال باشین. هر کجا که هست این گل لبخند بر لبای شما شکوفا باشه. سمیر عرفان هستم با یکی دیگر از گزارش هایی که امروز قراره برای شما تهیه و ترتیب بکنیم و نشر بکنیم که تا شما دوستای عزیز بیننده باشین. آمدیم در بازار سنگ هرات، قسمی که در تصویر مشاهده کردین، و اینجا سنگ های مختلفی در کار ساخت و ساز و در کار ساختمانی به کار برده میشه و میریم با یکی از این شرکت ها صحبت های می داشته باشیم و ببینیم که بازار سنگ هرات امروزه چگونه است. تا آخر گزارش با ما باش. خب دوستای عزیز، قسمی که برای شما توضیح دادم که در بازار فروش سنگ آمدیم و دوستای عزیز ما زیاد هستن، همشهریای عزیز ما که در اینجا فروشات مختلفی از سنگ ها را انجام میدن و ما با همین شرکت سنگ فروشی غرب آسیا هماهنگ کردیم، گفتیم با اینا صحبت هایی داشته باشیم و میریم با شما یک جای انشالله که ببینیم که چی معلوماتی برای ما ارائه میکنن و انشالله اگر بشه در برنامه بعدی در شرک صنعتی بریم و جایی که کلا سنگ از معدن آورده میشه و اونجا ببینیم که چقدر زحمت کشیده میشه تا به این مرحله میرسه و همینطور دیگه نازنین و جانانه برای شما سپرده میشه و شما میایین از اینجا خریداری میکنیم. تا آخر گزارش با ما باشین. سلام مجدد خدمت تمام شما دوستای ناظرین. آمدیم در کنار مسئول سنگ فروشی غرب آسیا که بیشتر برای شما توضیح دادیم که آمدیم در اینجا و با اینا دوست داریم که هم کلام بشیم و از صحبت‌های شیرین از اینا لذت ببریم. عزیز دل سلام مجدد به شما. خسته نباشین، خود معرفی بکنین و یک سلام علیکی هم خدمت دوستا داشته باشین. علیکم بر سلام. بسیار خوش آمدین به سنگ فروشی غرب آسیا. تشکر شما که به اینجا تشریف آوردین. یک سلام مجدد به هموطنان عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. قربان شما، سلامت باشیم. تشکر. میشه که ارتباط به مکانی که فعلا حضور داریم صحبت بکنیم و از چند وقت به این طرف میشه که به ما توضیحات بدیم که داخل کار سنگ شدین و چی سنگ های در اینجا به فروش میرسه؟ ما حدود 15 سال میشه که به می بخش سنگ در می ولایت هرات اینجا مصروف هستیم. تقریبا یک ماه و 10-15 روز میشه که شرک ما نو فعال شده به می بغل گمرک پیش روی سید مختار، بازار سنگ ولایت هرات. اینجا سنگایی هست، بالاخره سنگ از خود ولایت هرات، بیشتر از خود ولایت هرات است. سنگ چشت شریف، سنگ مرمر چشت شریف است که به ساختمان به داخلی برای داخلی استفاده میشه. بعد سنگایی است از ولایت کابل هم اینجا میه، از ولایت میدان وردک میه، از ولایت غزنی اینجا میه به حساب استفاده میشه. سنگای تراورتن است، بالاخره سنگای مرمر است. از سنگ ایلمند هم خود کم استفاده میشه، زیاد نه، زیادتر از می سنگای کابل و غزنی و ولایت هرات اینجا استفاده میشه. بسیار عالی. برشکاری های سنگ ها و تزئیناتی که شما کار میگیرین در اینجا به اینجا صورت میگیره؟ خود شما کار میکنید؟ نه، بورشکاری خوب به شرک صنعتی، فابریکا به شرک صنعتی است.
چون اکثریت جار ما دیدیم سنگ فروشا دیگه که بودک به اینجا کار میکردن. اونا خیلی کمه، اونا بریشکاری به حساب اینجا بریشش نمیشه. بخش تزیینات خیلی کم کارایش اینجا میشه، کارهای زیادش به شرک صنعتی میشه. خب اصل دستگاه کلان که بس به شرک صنعتی است. اینجا فقط یک نمایشگاه برای فروش به حساب برای ساختمانی که آماده سنگ برای آماده میشه برای ساختمان. این آماده کار است که باز اینجا به حساب برای مشتری توزیع میکنیم. دیگه کارهای به حساب کلانش به حساب اونجا دستگاه صاف قلبور و بالاخره چیز صاف نواری و طلبور و کلبور چیزا دستگاه کلان کار داره که او در اینجا امکانش نیست، برق زیاد در کار داره، پروسیسش به شرک صنعتی میشه. تنها اینجا کارهای به حساب یک نمره بالاخره زیر پله بالاخره یک چیزایی که به فریز یاوی یا فریز دستی بروش میشه اینجا میشه. دیگه تزیینات و بخش تزیینات کلا کارش به شرک صنعتی انجام میشه. اگر مایل باشیم بریم خود شما به فضا هم از نزدیک دیدن بکنیم سنگ ها رو و بیشتر توضیحات رو اینجا با ما باش چشم، ما در خدمت میریم. تشکر. خیر باش. خب دوستان عزیز، قسمی که برای شما گفتم که میریم داخل محوطه سنگ فروشی با عزیز دل ما و بیشتر صحبت ها رو اونجا ادامه میدیم. خب میشه که ارتباط به سنگ هایی که اینجا هسته برای ما معلومات و توضیحات بدیم؟ چند نوع سنگ داریم در اینجا؟ اینجا ما تقریبا 3-4 نوع سنگ داریم. نوع اولش کمی سنگ سفیدی که میبینین از ولایت خود هرات است، سنگ چشت شریف است. سنگ سفید. سنگ سفید بله. البته این هم 4 قسم است. بله. این 4 قسم است. درجه ممتاز میشه، درجه اول میشه، درجه 2 میشه، درجه 3 میشه. که نمی سنگ درجه اولش است. این سنگ درجه این درجه اول است، این درجه ممتازش است. برای شما بگم که این هم درجه 2 است. اینا هم درجه 3 میشه. اینجا که چنده است یا درجه 3 میشه. می قسمت یا درجه 3 میشه. اونایی که میچینه درجه 3 میشه. این هم کس ممتاز است، این هم درجه 1 است. دیگه این سنگ خود ولایت هرات است که بالاخره یا سنگای 20 طولی و فرشی و بالاخره چیزایش است. باز سنگای پلایش که است اینجا است، مثلا اینا درجه 3 در این قسمت درجه 3. باز اون طرف درجه 2 داریم، باز درجه 1 هم اونا رو از نزدیک برای شما نشان میدیم. بیشتر مردم چی سنگ های درجه چند بیشتر میبرن؟ بیشتر درجه 2، درجه 1، درجه 3 بیشتر استفاده میشه، به خاطر قیمتش ارزان است. واسه به حساب مردم، اکثر مردم به وضعیت اقتصادیش ضعیفتر است، از امو ارزان ترای میبره. اینا درجه 3 است. این سنگا درجه 3 است. این قسمت تا به این قسمت اینا درجه 2 است. اینا هم که از او به او طرف، از امی سنگای کوتاه به او طرف اینا درجه اول است. دیگه این که است سنگای پله است، به میزینا کار میشه. باز این طرف هم می و جمع سنگ اوپن که به حساب قبلا امی سنگ سیاه سنگای ایرانی بودک. این سنگا آل ازیر زیاد نمیه، به خاطر که زیاد قیمت نفته، به خاطر که امارت اسلامی میخواد که بالاخره ما و شما خودکفا باشیم.
از معدنیات خود ما و شما استفاده شود که بالاخره پیسه به بیرون خرج نشود. اینجا مردمان به حساب کسایی که بیکار است شغل ایجاد شود، بیکاری به حساب کم شود، نفرا سر کار شود، معدن‌ها فعال شود. دیگه این سنگ سیام که تقریبا سیام نیست، این خالمگسی سنگ پاکستان است که برای فعلا هم یک ذره مشکلات بین پاکستان و افغانستان ایجاد شده. این سنگ هم برای فعلا نمیه. دیگه به این سنگ دیگه پیش رویش کست سنگ ولایت میدان وردک است. این سنگ هم سنگ میدان وردک است. اینا به حساب برای فعلا خیلی رول بازار پیدا کرده. سنگ خوب هم است، زیاد استفاده میشه برای پله و سنگ و پین و به حساب برای روی کابینت و چیزا استفاده میشه. این قسمت هم این هم که است سنگ میدان وردک است. می پیش روی هم سنگ میدان وردک است. پشت سر این سنگ چیشت، سنگ اوپن، سنگ ممتاز و درجه یکش است و سنگ خوبش. به نظر من فکر کنم بیشترین سنگی که فروش داریم سنگ چیشت شریفه. برای فعلا سنگ چیشت شریف است، اما سنگ میدان وردک هم امسال فروشش به حد بالا بوده. به خاطر فروشات سنگ ساخت ساز زیاد بوده. اگر سنگ کابل نمی بود تناز و ایراد جوابگوی هم نبوده. که به حساب من این ساخت ساز واقعا دوست عزیز امسال زیاد شد به ایراد. امسال زیاد شد به ایراد. واقعش که ساخت ساز زیاد بوده. انمی 5-6-9 سنگ ما بالاخره اینجا داریم که از کلگی زنا استفاده میشه، اما استفاده زیادش از سنگ خود ولایت هرات استفاده میشه. دوم از سنگ میدان وردک استفاده میشه برای فعلا. دیگه سنگای تراورتن از او جنسا برای فعلا ما نداریم. اگه سنگای تراورتن هم هست که از ولایت کابل، از ولایت پروان، از ولایت میدان وردک در بیسود میگه از او قسمت ها اینجا می پروسس میشه و بالاخره بس نمای ساختمان اونا زیادتر کار میشه. این سنگایی که ما اینجا داریم اینا زیادتر داخلی است، برای نمای اینا زیاد نتیجه نداده. بازی سنگای تراورتن که برای نمای ساختمان زیاد کار میشه. قبلا اونا را به فروش میرسوندین یا نه پلان دارین که در آینده ها بیارین؟ ما او را یک سرمایه انگفت دیگه جداگانه میخواه، جای وسیع میخواه که بالاخره به یک بخش مگر کار کنیم. دیگه ما جایش هم نداریم، اما امکانات هم از این بیشتر بالاخره ما وسیمان هست. یک چیز ما استفاده میکنیم که بالاخره به می او کسای دیگه هست که او هم دارن زی همکارای ما هست داخل می شهرک هست. فروشات شما نسبت به پارسال امسال بهتره یا پارسال بهتره؟ پارسال امسال فروشات ما خوب بود الحمدلله، فضل خدا. ارمید 2 سال بهتر بوده به خاطر ساخت سازی که زیاد ساخت ساز زیاد بوده. بله. چند نفر پرسنل داریم؟ پرسنل کاری در اینجا؟ پرسنل کاری برای فعلا همینجا ما 2 نفر پرسنل کاری داریم که از صبح تا شام همینجا هستن دائم است. باز غیر مستقیم ما دیگه هم اینجا کار داریم. به حساب شرک صنعتی مازدار میگیریم میبریم اونجا، نفر خود میبریم اونجا بار میکنه، اینجا میاره تم میکنه. 3 چرخوان ها اینجا هست که بالاخره از اینجا که فروشات شو اونا بار میبره. همکاری دارن؟ همکاری 100% دار. بله. بسیار خوبه. تشکر از دل. فکر کنم که دیگه سوال نمونده که از شما بپرسیم. به نام خدا قربان سر شما یک جان سپاس. تشکر از اینکه با ما یک چند لحظه وقت گرانبهای خود دادین و معلومات مختصر دادین نسبت به کاروبار خود و بازار سنگ. یک جان سپاس از شما، لطف کردین. دیگه فکر نکنم دیگه سوال مونده باشه و در اخیر اگر پیام گفتنی سخن داشته باشین مایک ما و کامری ما به خدمت شما. از شما بسیار تشکر که وقت گذاشتین آمدین اینجا، بالاخره از ما دید و بازدید کردین از شرکت ما. برای هموطنای و عزیز خودم ما این اطمینان میتونم که افغانستان انشالله رو به رشد است، آباد میشه و بالاخره ما و شما از کشورهای بیگانه از کار و کاسبی بالاخره به کشور خود همینجا آماده کار میشه ان شاء الله. یک جان سپاس، تشکر، دست گل شما در نکنه. دوستان ناظرین تا گزارش های بعد که باز هم آقای عرفان در خدمت شما هستم، ان شاء الله شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روز همگی شما بخیر، طاعت و عبادت شما مقبول قبول درگاه حق.